در روزهایی که توان سخت افزاری و نرم افزاری گوشی‌های موبایل به طرز خیره کننده‌ای از نیازهای روزمره ما پیشی گرفتند، نیاز به نوآوری‌هایی وجود داره که بازار تلفن‌های همراه رو همچنان جذاب و رقابت میان برندها رو همچنان داغ نگه داره. امروز به بررسی یکی از همین نوآوری‌ها می‌پردازم. سینا مرندیان هستم با بررسی 3D Touch در آیفون 6s. با آیفون و فناوری لمسیش، اپل روش نوعی رو برای تعامل با تکنولوژی ابداع کرد و تجربه کاربری رو در دنیای دیجیتال برای همیشه تغییر داد. تا همین اواخر هم حرکات و اشارات انگشت به روی نمایشگرهای گجت‌های الکترونیکی محدود به فضای دو بعدی میشد، تا اینکه اپل به همراه آیفون 6s و 6s پلاس یک روش ارتباطی تازه و یک بعد جدید به نحوه ارتباط کاربران با آیفون اضافه کرد. این دستاورد به کمک فناوری به نام 3D Touch یا لمس سه‌بعدی حاصل شده و به شما اجازه میده ضمن حفظ قابلیت‌های تک لمسی و چند لمسی قبلی آیفون، حالا با صفحه نمایشی کار کنید که قادر به تشخیص فشار هم هست و تونسته قابلیت‌های جدیدی رو به آیفون شما اضافه کنه. کاربردهای لمس سه‌بعدی رو در اپلیکیشن‌ها میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول اونهایی هستن که در خارج از محیط اپلیکیشن‌ها تعریف میشن. یعنی زمانی که آیکون اپلیکیشن ها رو لمس میکنید و فشار میدید. اگر اپی که آیکونش رو فشار میدید قابلیت لمس سه‌بعدی رو داشته باشه، یک منو در کنار اون آیکون باز میشه و متناسب با نوع و کارکرد اپ، اون منو یک یا چند گزینه رو به شما نشون میده. یعنی یه چیزی شبیه به منوی راست کلیک در ویندوز و مک. وقتی منو باز میشه، گزینه‌هایی ارائه میشن که معمولاً میانبرهایی هستن به کارکردهای پرطرفدار در اون اپلیکیشن. دسته دیگه ای از کاربردهای لمس سه‌بعدی هم وجود دارن که داخل محیط اپلیکیشن ها تعریف میشن. برای این دسته اپل دو مفهوم پیک و پاپ رو معرفی کرده. بدین ترتیب که اگر در داخل محیط اپ آیتم هایی مثل عکس، ویدیو، لینک و آدرس رو فشار بدید، پیشنمایشی از اون آیتم براتون به نمایش در میاد و به عبارتی این آیتم براتون پیک میشه. در این حالت اگر انگشتتون رو رها کنید، پیشنمایش ناپدید میشه. ولی اگر بخواید اون آدرس، لینک، عکس یا ویدیو رو به صورت کامل ببینید، فشار انگشتتون رو روی صفحه بیشتر میکنید تا آیتم به صورت تمام صفحه نمایش داده بشه یا به عبارت دیگه پاپ بشه. با اینکه استفاده از 3D Touch بسیار ساده است، فناوری که برای پیاده سازی اون به کار رفته به هیچ وجه پیش پا افتاده نیست. در پشت LCD و جایی که نور به صفحه تابونده میشه، تعداد زیادی حسگر خازنی کار گذاشته شدن. با هر فشاری که به صفحه نمایش وارد میکنید، این حسگرها تغییر فاصله میکروسکوپی بین شیشه زیر انگشت شما و صفحه تاباننده نور رو اندازه میگیرند. نتیجه این اندازه‌گیری با سیگنال‌های دریافتی از حسگر لمسی و شتاب سنج گوشی ترکیب میشن و نتیجه نهایی از پردازنده به سیستم عامل ابلاغ میشه. اینجاست که این موتور کوچیک و ظریف به نام تپتیک انجین که جایگزین لرزشگرهای معمول در آیفون‌های قبلی شده، با یک لرزش کوتاه 10 تا 15 میلی ثانیه‌ای به فشار انگشتتون عکس‌العمل نشون میده و نتیجه لازم روی صفحه نمایش نشون داده میشه. بدون شک بهره گرفتن از لمس سه‌بعدی در خارج از محیط اپلیکیشن در عین جالب بودن کار رو هم برای کاربر ساده میکنه. اما میشه با اطمینان گفت که این ویژگی‌ها ضرورت خاصی در کاربردهای روزمره کاربران عادی ندارند. اتفاق اصلی زمانی میفته که از این قابلیت در داخل اپلیکیشن استفاده بشه، جایی که توسعه دهندگان iOS تونستن جنبه‌های جدیدی رو که پیش از این امکان خلق اونها وجود نداشت در نرم افزارهای خودشون به کار بگیرند. نمونه‌های بسیار جالبی در این خصوص وجود دارند. به عنوان مثال، محققین دانشگاه جان هاپکینز با بهره‌گیری خلاقانه از لمس سه‌بعدی این بازی رو طراحی کردند که با آسیب دیدگان سکته مغزی کمک میکنه تا در دوره نقاهت با انجام این بازی کنترل عضلات دستانشون رو سریعتر به دست بیارن. حالا دیگه میشه گفت با داشتن آیفون 6s یا 6s پلاس برای بهره گرفتن از این نوآوری اپل فقط یک چیز کم دارید و اون مجموعه‌ای از اپلیکیشن هایی که لمس سه‌بعدی رو پشتیبانی کنند. برای ساده تر شدن کارتون یه فهرست 50 تایی از این اپلیکیشن ها رو براتون تهیه کردم. دسترسی به این فهرست بسیار ساده است و کافیه به لینکی که زیر این ویدیو قرار داره سر بزنید و از تنوع اپلیکیشن های موجود لذت ببرید.
اما کارمون با 3D Touch اینجا به پایان نمیرسه. در ویدیوی بعدی 20 نکته و ترفند جالب رو در مورد لمس سه‌بعدی معرفی خواهم کرد که امیدوارم بتونید وقت بذارید و اون ویدیو رو هم تماشا کنید. برای اینکه تماشای ویدیوهای بعدی رو از دست ندید، میتونید در آپارات روی عبارت سالاد گجت در زیر این ویدیو کلیک کنید و با کلیک روی دکمه دنبال کردن پیگیر تمام کارهایی باشید که در سالاد گجت منتشر میشن. در یوتیوب هم میتونید با فشار دادن دکمه قرمز رنگ سابسکرایب در زیر این ویدیو مشترک ویدیوهای سالاد گجت بشید. از اینکه این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید ازتون بی‌نهایت ممنونم. منتظر ویدیوی بعدی من باشید. تا بعد.